واقعا فکر کردیم الان میام بهت یاد بدم که این نقشه رو به این شکلی تریدیش کنی، داخلش حرکت کنی. خب 100% واسه همین کار اینجاییم. پس ویدیو رو تا آخر نگاه کن تا یاد بگیری که چطوری میتونی همچین نقشه رو واسه خودت درست کنی. سلام درود دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امیر ایکسنارت هم خیلی خوش اومدید به یه ویدیو خفن دیگه. این ویدیو قصد دارم برام به درخواست خودتون آموزش درست کردن نقشه جهان توی افتر افکت به صورت 3D رو بدم که خیلی کار سختی نیست، اونقدر که به نظر میرسه کار سختی نیست، ولی خب یه کار خیلی جذاب قرار در بیاد. قبل از هر چیزی بهتون بگم که لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه، چون که من داخل این چنلم آموزش افتر افکت، فتوشاپ، پریمیر رو به زبون ساده و بدون حاشیه میذارم و بیش از این معطلتون نمی‌کنم. برو شروع کنیم ویدیو رو. اول از همه شما نیاز دارید که نقشه با کیفیت داشته باشید. حالا من اینجا یه تعدادی دانلود کردم که یک دو تاشون رو واسهتون میذارم داخل دیسکریپشن لینکاشو. این نقشه‌ای که حالا من میخوام استفاده کنم، هر چقدر که زوم میکنم شما دقت کنین کیفیتش اونقدر افت نمیکنه. ما در همین حد زوم میخوایم. قرار از این نقشه استفاده کنیم، روی قسمت خاصش زوم بدیم. برو بریم شروع کنیم. قبل از هر کاری بایستی پروژه‌تون رو کریت کنید. من افتر افکت رو باز میکنم، یه دونه نیو کامپوزیت درست میکنم و سایزش 1920 و 1080 و میخوام که تقریبا 6 ثانیه باشه یا همین 10 ثانیه میذارم باشه. فریم ریتمون هم که روی 30 همین کریت میکنیم. کپس لاک هم رو خاموش میکنم چون اینجا بهم گیر داده بود. حالا که پروژه‌مون کریت شد نیاز داریم که فایلمون رو داخل پروژه اضافه کنیم. فایلتون رو فقط درگ اند دراپ کنید داخل پروژه‌ای که دارین به این شکل. فایلتون رو که وارد کردین واسه سایزتون رو فیت به اصطلاح کامپوزیتتون کنین، سایز کامپوزیتتون کنین. کاری که باید بکنین که یه دونه کیل کراس میکنین، وارد قسمت ترانسفورم میشین و این که فیت تو کامپ رو میزنید. همونطور که میبینید سایزم رو با کامپوزیتم هماهنگ کرده. این کیفیتی که اینجا دارین میبینید پایینه به خاطر اینه که من باستی به این شکل حالا زوم کنم روی پروژم تا کیفیتم باز بشه. خیلی خوب، حالا که فیت تو کامپ کردیم و سایزمون رو درست کردیم، وقتشه که مراحل بعدی رو دونه به دونه طبق چیزی که من میگم پیش برید و جلو برید تا شما قاطی نکنید. اول از همه اسم این فایلمون که اینجاست یه دونه رینیم میکنیم اسمش رو و میذاریم مپ که بشناسیمش. حالا یه دونه نال آبجکت باید بسازیم. روی قسمت لایه هامون میریم یه دونه نیو میذاریم و نال آبجکت. این نال آبجکتمون میشه همون کنترلگر دوربینمون، کامرا کنترلر. پس اسمشو میذارم کامرا کنترل. حالا اگر که غلط املایی دارم معذرت میخوام، من زیاد انگلیسیم اوکی نیست. حالا که کامرا کنترلمون رو ساختیم باسی خود دوربینمون رو اضافه کنیم. خود دوربینمون رو بسازیم. روی قسمت لایه ها میریم یه دونه نیو میزنیم و کامرامون رو کلیک میکنیم. حالا که کامرا رو ساختیم باسی دقیقاً این تنظیماتی که میگم رو کلیک کنید تا بتونید اون دوربینی که دارین رو به درستی استفاده کنید. اول از همه تو نود باشه کامراتون و بعد روی 15 میلیمتر تنظیمش کنید و این دوتا گزینه‌ای که اینجا رو فعال کنید. یکی Lock to Zoom و Enable Depth of Field. این دوتا رو که فعال کنید یه سری گزینه‌ها اینجا میدن که جلوتر ازشون قراره استفاده کنید. همین دوتا رو که فعال کردیم کامرامون به این شکل کریت میکنیم. این گزینه که میگه آقا شما پروژه‌تون 2 بعدیه و کامرای شما که اد دادین 3 بعدیه. میخواید پروژه‌تون همینجوری دو بعدی بمونه یا اینکه 3 بعدیش کنید که شما بزنین همین گزینه‌ها رو اوکی کنید. به اون قسمت هم میرسیم. حالا همه لایه هامون رو باید 3 بعدی کنیم تا دیگه این ارورا و این باگا رو نگیریم. بعد از اینکه کامرامون رو اد کردیم بقیه لایه هامون رو هم 3 بعدی میکنیم. حالا کل پروژه ما به حالت 3 بعدی در اومده. نال آبجکتمون رو انتخاب میکنیم و جابجاش میکنیم به قسمتی که میخوایم زوم کنیم. نال آبجکتم رو یه دونه کلیک که بکنم این قسمت این شکلی باز میشه.
حالا جابجاش میکنم اونجایی که میخوام زوم کنم. یه مقداری زوم میدم که بتونم ببینم. دقیقا من میخوام جابجاش کنم به این قسمت. من میخوام روی این قسمت از نقشم زوم بدم. نال ابجکتمو که اونجا گذاشتم دقیقاً. حالا بایستی مپی که داریم رو به نال ابجکتمون وصل کنیم. به چه شکل؟ خیلی راحته. اینجا یک گزینه حالت گردباد دارین. این رو میگیرین وصلش میکنید به نال ابجکتتون. حالا اگر که نال ابجکتتون رو تغییر جذب بدین، مپتون هم باهاش تغییر میکنه. نقشتون رو به نال ابجکت وصل کردین، وقتشه که نقشتون رو قفل کنید، چون که مپتون دیگه نمیخوایم ترانسفورم و اینای مپ رو تغییر بدیم. ما با کامرا کار داریم و نال ابجکت. توجه داشته باشید واسه تک تک لایه هایی که دارید اسم بذارید تا بعداً قاطی نکنید. نظم داشتن داخل پروژه افتر افکت خیلی مهمه، چون که بعداً هر زمانی که وارد پروژهتون بشین دقیقاً میدونین که چیکار کردین و چی به چیه. حالا که نقشمون رو قفل کردیم، با ترانسفورم نال ابجکتمون رو باز کنیم و یک کیف فریم بهش بدیم. قسمت ترانسفورم رو باز میکنیم و کیف فریم بهشون میدیم. یه دونه پوزیشن رو من میخوام انتخاب کنم، یه دونه اسکیل. این قسمت به اصطلاح همون XYZ خودمونه که این شکلی آوردهش. یعنی شما X رو اینجوری تغییر بدین، Y رو اینجوری، همون X و Y زدمون رو تغییر میده که تنظیماتش یه مقداری محدوده که شما مثلا اینجا بیاین X و زتون رو تغییر بدین، خب خیلی بیشتر میدونین دقیقاً چی به چی تا وقتی که بخواید از این پوزیشن استفاده کنین. مثلا همینجا X و Z رو انتخاب میکنم، یه دونه U میزنم که فقط قسمت هایی که میخوام تغییر بدم رو داشته باشم. حالا که کیف فریم رو گذاشتم، کیف فریم های اولیم رو گذاشتم، وقتشه که به دقیقاً زوم کنم قسمتی که میخوام. حالا یه مقداری میام روی ثانیه 4 و اول از اسکیلمون شروع کنیم، زوم میدیم اون قسمتی که میخوایم رو، پوزیشن یه مقداری بالا پایین میکنیم، یه مقداری چپتر میایم و حالا میریم سراغ روتیشنامون که میخوایم این شکلی تر باشه. خیلی خوب، یه مقداری دوباره با پوزیشن کار داریم. خب حالا اگر که من یه مقداری عقب‌تر بیام و استارت کنم، مشکل ما چیه؟ اینا رو باید صفر باشن، یعنی شما نباید به اینا دست بزنید. اینا رو که صفر کنین درست میشه دقیقاً انیمیشنتون. حالا ما روتیشنی که داریم خیلی زیادی چرخیده، دقت کنید، یعنی خیلی روتیشنمون رو چرخونیم. پس من بک میدم اینجا و این رو یه مقداری کمترش میکنم، تقریبا تو همین مایه ها. خیلی خوب، حالا اگر که من نقشم رو دوباره استارتش رو بزنم، این شکلی جابجایی داریم و میرسه به اون پوینتی که میخوایم، ولی یه مقداری این حرکت خشکه. حالا من این دوتا رو انتخاب میکنم، یک کمکی میارمشون جلوتر، تقریبا روی 4 ثانیه و 15 فریم فکر کنم اوکی باشه. وقتی که اینجا وای میسه هنوز یه مقداری چرخش داشته باشه، رو 5 ثانیه میذارمش، 5 ثانیه بهتره. و تمامی این حرکت هایی که داریم رو انتخاب میکنیم، یه دونه F9 میزنیم که وارد ایزی به ایز بشن. اگر که F9 شما بنابر دلایلی کار نکرد، روشون یک کلیک راست میکنیم، روی کیفریم اسیست میریم و ایزی ایز رو انتخاب میکنیم. حالا که انتخاب کردیم وارد گراف ادیتور میشیم و اینجا کلیک راست میکنیم که ادیت اسپید گراف رو داشته باشید. حالا که ادیت اسپید گرافتون اومد، بقیه گزینه هاتون خاموش باشن. اینا رو انتخاب میکنم من و یه مقداری این شکلی جابجاشون میکنم.
اگر که دقت کنین خیلی نرم تر وایساد. دوباره استارت میکنم انیمیشن رو یه بار دیگه ببینیم. به این شکل. حالا که گرافمون رو تغییر دادیم، وقتش یه مقداری این گوشه ها رو بلرتر کنیم که تو حرکتمون نرمتر بشینه. چطوری این کارو میکنیم؟ از گراف ادیتور بیرون میاییم، روی کامرامون دوبار کلیک میکنیم که تنظیمات مربوط به کامرا باز باشه. حواستون باشه که حتما پریویو روشن باشه. من اینو یه مقدار میام پایین تر و اف استاپمون رو یه مقداری تنظیماتش رو تغییر میدیم. من تقریبا میخوام بذارمش رو 1 و بلر لولمون رو یه مقداری بیشترش میکنیم. من اف استاپم رو 2 میذارم. حالا بهتر شد. اگه دقت کنین اطراف نقشه که من دارم یه مقداری بلرتر شده. حالا این رو هم اوکی میکنم. این تا اینجای کار. ما تا اینجا یه دونه مپمون رو اضافه کردیم، نال آبجکت ساختیم، تنظیمات نال آبجکت رو به هم دیگه مرتبط کردیم و کامرامون رو ساختیم، همه رو 3D کردیم، حرکتی که میخواستیم رو ساختیم، داخل گراف ادیتش کردیم. این تا اینجای کار بود. حالا که بلرش هم کردیم، وقتش که یه سری افکت ها اضافه کنیم که کارمون رو قشنگ تر کنه. من اینجا یه دونه کیل کراس میکنم، روی نیو میزنم و اینجا یه دونه ادجاستمنت لایر اضافه میکنم. و یا اینکه شما میتونید بیاین از قسمت لایه ها نیو و از همین قسمت ادجاستمنت لایرتون رو اضافه کنید. بعد از اینکه ادجاستمنت لایرتون رو اضافه کردیم، این ادجاستمنت لایر واسه اینه که افکت هایی که داریم رو روی کارمون بندازیم. رینیمش میکنم به اسم افکت. حالا که ادجاستمنت لایرمون رو داریم، یه سری افکت ها رو بایستی داخل کار اضافه کنیم. اولین افکتمون نویز ویجینته، داخل افکت و پریست و یا اگر که اینجا نداشتینش داخل قسمت ویندوز و افکت و پریستتون رو فعال کنین. این قسمت یا کنترل 5 رو بزنید. کلمه نویز رو سرچ میکنم. خیلی خوب، نویزی ویجینت این شکلی نوشته میشه. دقیقاً براتون بنویسمش. اینهاش این رو روی ادجاستمنت لایر رو میندازم که یه حالت تیره طوری میده. حالا بذار من خاموش روشنش کنم، شما بیشتر متوجه میشین. اطراف تیره تر رو قشنگتر میکنم. میتونید با تنظیماتش خودتون بیشتر کار کنید، ولی من حالت دیفالتش رو ترجیح میدم. و قسمت بعدی که بایستی اضافه کنیم، یعنی افکت بعدی که میخوایم اضافه کنیم، پوسترایز. کلمه پوسترایز رو مینویسیم و روی افکت ها رو میندازیمش، میاریمش بالا. لولش یه مقداری میتونیم کمتر یا بیشترش کنیم. فکر کنم روی 15 فکر کنم قشنگ بشینه. یه مقداری رنگا رو زنده تر میکنه. داخل قسمت لایه هامون موشن بیلدر رو برای تمامی لایه ها فعال میکنیم. حالا اگر که دوباره استارت کنم، بذاریم من از حالت فول یه مقدار بیارمش پایین تر که بتونیم رندر بگیریم. حالا که افکت هامون رو دادیم، کامera کنترل و همه چیزمون رو فیکس دادیم، کار دیگه نمونه، فقط میمونه که ما کارمون رو رندر کنیم. واسه این کارم یه دونه کنترل ام رو میزنم و این قسمت باز میشه. روی اوتپوت کلیک میکنم و اینجا H264 میتونه باشه، یا این بنابر درخواست خودتون میتونه کویک تایم باشه یا هر فرمتی که خودتون ترجیح میدید. من روی H264 میذارم، اینو اوکی میکنم و محل رندرم رو انتخاب میکنم و میری برای رندر. به همین سادگی شما میتونید یه نقشه 3 درست کنید که داخل پروژه‌تون میتونید ازش استفاده کنید. میتونید واسه اینتروتون استفاده کنید یا هر کاری دیگه‌ای که بخواید. من امیر ایکسنارت هم. واسه دیدن ویدیوهای آموزشی بیشتر چنل من رو سابسکرایب کنید.